گیلان سه چیزه، ترشتره، بالاغته و اشبال ماهی. کوچیک شما هستم، اینم خدمت شما هست. بغل ما بیا بغل عمو. فدای شما. عمو برات بمیره. قربون شما برم، خدا نکنه. اول سلام. سلام عمو جلیل. قربون شما. خوش آمدید. سلامت شما. من اسم من جلیل آل ساقای موافقه. اینجا معروف به عمو جلیلم. 55 سال من اینجا مشغول این کارم. به این شغل خیلی دوست دارم. عاشق این شغلم. غذای من همه محلیه. سبز و قرمه اینم قیمرشی. چرا میگه قیمرشی؟ برای اینکه گوشتش چرک کرده ایه. این شغلم که شامی ترشه. مرزا قاسمیم. اینم مرزا قاسم بدون گوجه. بعدم جان خالی. مرزا قاسم اصلی خود گیلان. بله. اینم بالغته و ما قربان برم. اما اینقدر معروف شدی ایران میشناسه تا ما کوچیک تمام بچه ایرانم. زن و مرد. ایران وطن منم. من ایران دوست دارم. بدون ایران نفس نمیتونم بکشم. کارت درسته. یا علی. عکس فردین هم زدی اینجا اما. من بدون فردین نفس نمیکشم. قربونت برم. من عکس فردین زدی چی؟ فردین سال 51 52 بود. فردین اومد اینجا نشست قزاق بود. دقیقا همینجا. بله. من نشسته بودم. دو سه خانم انتهای میز نشسته بودن. سرم خیلی شلوغ بود. یه لحظه بیرون نگاه کردم دیدم جمعیت پره. من ناراحت شدم، گفتم شاید به خاطر اون دو سه خانم هست. گفتم آقا مگه شما آدم نیدین؟ یه نفر لبخند زد آمد داخل. گفت آقا رو میشناسی؟ گفتم نه. گفت فردینه. بشقاب دسته بود. تا گفت فردینه با بشقاب افتادم رویش. بوسش کردم. عذرخواهی کردم. بله اینجا یعنی فردینه. آقا اینه یه بغل صحبت دیگه. عمو جلیل شما گیلانی یا؟ نه. من اصلیتم آذریم. بچه‌ام بیانه تبریزم. یک سال و نیم داشتم من آوردن اینجا بزرگ شدم. بله یاشاسن آذربایجان. نوکرم توزه. میخوام یه قیمرم بکشم. قیم رشتی. قربان اینم قیم رشتی. این داخلش گوشت چرخ کرده داره درسته؟ این گوشت چرخی گوشت و گوساله. به به. اینم غذای خوشمزه عمو جلیل. عمو جلیل رو دیگه کل ایران میشناسن. درسته عمو جلیل؟ بله کوچیک شما. ماشاءالله. من 56 سال اینجا دارم زحمت میکشم. ماشاءالله. واقعا 56 سال اینجا داره زحمت میکشه. واقعا دمت گرم. همون دستت درد نکنه. میرزا قاسمی هم نشانتیان آورد. میرزا قاسمی هم برامون آورد. من میرزا قاسمی اصل گیلان. قربان برم. این کلیسیای کلیشوره. به به. اینم اشبال ماهیه. اشبالی عمو جلیل. که شما میگی خابیار من میگم اشبال. عزیزی دارم اینم گردویش. اینم باقلیش. مخلفات غذای گیلان. بله. عاشق ایرانم. ایران وطن منه. بچه ایرانم فرزنده منه. فدای شما. ایران. خونم مال ایران. عمو جلیل آدرس ما میگی؟ میدان شهرداری. اول خیابان 4 ده کتابتی گل به مدیریت عمو جلیل.